سوال دیگری که در اینجا آمده است که بسیاری برادرها با تلفنم این سوال میکنن، این است که میگن امروز به سبب همین پیشگیری همین بیماری روزه ها ما بخوریم. برای چی؟ برای اون که مقصد همین ایمونیتت ما نغلطد. مردم یعنی فقط به یک مقصدی بگیم یا به یک خلاصه آمدن یا کسی اینها را مقصد توصیه داده است که شما برای اونی که مقصد ایمونیتت تا نغلطد یا به همین درد مبتلا نشین شما روزه هاتون را بخورید. برادران عزیز، این البته عذر حساب نمیشه و کسی اگر هیچ بیماری نداره، کسی که یگان مشکلاتی در سلامتیش ندارد، فقط برای آنی که من باید روزه ما بخورم که ایمونیتتم بلند شود تا که به این درد امروزه مبتلا نشم، در این برادر عزیز شما گناهگار میشین پیش الله مهربان. برای همین من اکو دلیل های شرعی نیارم، دلیل های مثال از حدیث نیارم، فقط من یک سخنی دکتری روس که الکساندر لیانیدویچ میاسنیکوف، شما میتونید در اینترنت درباره همین دکتر میاسنیکوف اگر در همون پویسک اگر بتین برای شما معرفیش میکنن که همین دکتر کی است. ببینین روز 25 اپریل، همین 25 اپریل یک برنامه داشت همین آدم، این در اینترنت ها هست. و در برنامهش چی گفت؟ من عیناً چیزی را که گفت است در بالای ورق آوردم برای شما میخوانم. مثال سخن یک آدمی دکتره، این آدم طبیبه، یک طبیبی بسیار معروف مشهور، این برنامه داره، یک برنامه مخصوص میبرد در بگیم که شبکه‌های همون روسیه که شما ایرا از طریق اینترنت یا با آسانی یافته میتونید. و چی گفت که رمضان با ایمونیتت انسان در همین دوره خروج کرونا ویروس خوف ندارد. وقتی سوالش کردن چی گفت؟ گفت رمضان یعنی در همین دوره که همین کرونا ویروس خروج کردگی است هیچ زیان گفت ندارد، یکم خوف ندارد. و گفت ایمونیتت وقتی ضعیف می شود که معده پر باشد. همین دکتر میگه معده وقتی پره، یعنی وقتی که تو میخوری شکم تاکو سیر میکنی با گفتی خودت که ایمونیتت هم مستحکم میکنی، این دکتر میگه که وقتی معده پر شید انهمیجا ایمونیتت میگه ضعیف میشود. خب حال آنکه مسلمانان دائم در حالت شکم خالی نیستند، بلکه صبح و شام خوراک میخورند. این سخنهای همین دکتر است که یعنی مسلمان مقصد دائم شکمش خالی نیست در رمضان، سحر میخورد بیگا میخورد. اگر از روی انصاف گوییم برادرها، بعضی هامون حتی احساس گرسنگی هم نمیکنیم، بعضی هامون احساس گرسنگی هم نمیکنیم. خب گفته است بلکه صبح و شام خوراک میخورن که این برای ایمونیتت گفته است کفایت میکنن. همین خوراکی که سحر بیگا میخورن برای نگه داشتن ایمونیتتشون همین کفایت میکنن. گفت من دکتری کسبی ام، این عیناً سخنوی را من ترجمه کردم. من دکتری کسبی ام، من دیندار نیستم. یعنی بعضیا ممکن فکر کنن که من برای خاطر آدمای روزدار میگم، گفت من یک دکتری کسبی ام، من خودم دین ندارم. گفت حتی چی گفت؟ پدرم گفت خریستیان است، مادرم مسلمان است، من به یگان دین گفت پیروی ندارم و در یگان دین معین نیستم. فقط گفتم میتونم که روزه گفت ایمونیتت رو مستحکم میکند. این الله اکبر برادر عزیز، این سخن یک آدمی که میگه من دین ندارم، من پیروی از یگان دینم نمیکنم، یعنی در یگان دینم برای خودت انتخاب نکردم. سخن یک آدمی مشهور و معروفی که از تمام مقصد گوییم جهت‌های طبی آگاهی دارد، میگه روزه ایمونیتت مستحکم میکنه. پیامبر میگه
سامو تصیحو. شما روزه بگیرین تندرست میشین. از این لحاظ برادرای عزیز، شما میدونین که اگر بسیار اگر وزنی بد بیاد، آمارها میگه که 250,000 آدم مرد. آمارها دادیستن. آیا همین 250,000 آدمی که مرد همه یگان تاش ایمونیتت نداشتن؟ آیا همه به ایمونیتت بودن؟ برادرای عزیز، مسلمانای خیلی گرامی، شما یک چیز فراموش نکنین که حتما چیزی را که الله خواهد همون می شود. من گفته بودم که شما از اسباب استفاده کنین. شما مقصد بگن که در خانه بشینین، دهانتون بندین. بگن مقصد مسافه 1.5 متر با یک برادرت بیست. بین، یعنی هر چیزی که دکترها، طبیبها برای ما توصیه میکنن ما باید اجرا کنیم. ما باید ای سرکشی نکنیم. نگیم که نه این گپا اصل نداره، نه این گپا اصل داره. لیکن اگر الله مهربان بر بالای ما همون ساعت ما را تمام کرده باشد، اگر مردن ما وقتش آمده باشد، به همین احتیاطامونم، به همین ایمونیتتامونم خدای مهربان جان ما نمیگیرن. برای همین این قدر مقصد در اصلا همین ایمونیتت، شما یک بارک در داخل همین اینترنت ها خطان دارین، این کلمه لاتینی های معنای این ایمونیتت خودش یک آزادی های، آزادی، یعنی خودت همیشه آزاد احساس کن. ایمونیتت ما را امروز هر چی غلط نمی ترس، بسیاری مردم در تهلکه های، در ترس های، روزی دراز مقصد همین کوفته و چیکار کردن در کارو چی بخریم فلان دیگر. نه، این ترس وقتی ای وجود دور که چخیلی که نمی غضب، وقتی آدم غضب آلود می شود. برادر عزیز، شما میدونید که توازن در همه بگیم سلامتی آدم گم می شود، حرکت خونش دیگرگون می شود. ببینید اشتهاش بند می شود. آدمی که در غضب باشد، انمی آدمی در ترس هم انمی خیلی آدم وقتی در ترس قرار میگیرد که حالم چی می شود، مقصد زنده میمانم، میبرم، ایچخیلی میکنم. وقتی دویم در می اندیشه باشد، نفس گیریش هم قینه، اشتها هم برادر عزیز نداره، عصبش هم خوب کار نمیکنه، دیگر ایمونیته در او پیدا نمی شود. به این خاطر شما همین ترس از وجودتون دور کنین، انشاءالله تکیه با الله کنین، از اسبابا، از این وسیله هایی که هست استفاده برین، ولی تکیه با الله کنین. انشاءالله چیزی خدا بخواهد برادر عزیز و گرامی همون می شود. برای همین این ایمونیتت، برای ایمونیتت پیدا کردن من روزه ما بخورم، این در شریعت اجازت نیست. انشاءالله شما هم روزتون بدارین، خدای مهربان برای شما قوت هم میبخشد، برای شما ایمونیتت هم عطا میکنه. اینجا انشاءالله صحبت من قطع میکنم. خدا خواهد باز سوال هایی که در پیش دارم برای شما انشاءالله بین همین یک روز یا 2 روز دیگر برای شما باز جواب میگردانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.